علم سوزن‌زنی را ما شما می‌فهمونید که یکی از تفاوت‌های ما مثلا سوزن درمانی است یا که سوزن شفایی میگن. چی گپه؟ برای چی سوزن میزنن؟ تا اصلا میگن که ای مردم چینه، مردم خیتای این کار کردن، لیکن ریشه همین علم ای تاجیکاست. تاجیکا پیش داغ میسوختن. میدونستن که یک نقطه‌ای است که اگر اون مثلا گرمی سخت بودی فعالیت میکرد، یعنی که آدم را صحت میکرد. یا اینکه با نوگی سنگی مثلا تیز همون نقطه را مساج میکرد. یا که رگمالو داشتیم که همون نقطه های دردمند میفتن، همون نقطه های دردمند را مساج میکرد. این را در علم ما را در خیتای، در چین همین 4 عنصر آتش، هوا، آب و خاک و یا گرفتن و دوتا یعنی که علاوه کردن. زمین در مرکز ماندن، درخت و آهن. متال. درخت یعنی که اگر بگیریم گردش همین 5 المنتی که در خیتای هستند، اول آدم یعنی که کسل میشه و این گویم آتشه. آتشش چی میشه؟ آتش ایجاد میشه. و مانند درخت چیکار میکنه؟ رشد میکنه. مانند درخت رشد میکنه. و آهسته آهسته کسلی آرام میشه. یعنی بسیاری آدم‌ها میگردن که کسل در وجود شد، لیکن تفاوت فرامش است. بعد آهسته آهسته چی میشه؟ آهسته آهسته سخت میشه. یعنی که متال میشه. برای این در صحتی هم خیلی اول مثلا تاثیرات تفاوتی میره، این بدن آدم گرم میکنه، گردش خونش درست میکنه. بعد چی میشه؟ بعد سلامتی میسازه مانند درخت. بعد میشه مقرری میشه گردش خون در بدن. بعد چی میشه؟ بعد یعنی که سلامتی در شما سخت میشه، مستحکم میشه. سوزن‌زنی همینه که باید وقتی که در حالت آتش شد، باید آتش پست. حالت سبزی شد، سری رخ شد. حالتی که آرامش آمده است، باید شد که باید ناآرامش کنی. حالت سختی شد ناآرام. و این با آوردن آهسته آهسته گفتن که در دنیا دو قوای ین و قوای این. قوای ین مردکی، قوای این زنکی. توجیکای ما میگن گرمی و خنکی. همین در بدن ما تو میخوره گرمی و خنکی. گرمی و خنکی که تا خورد یکش زیاد شود اگرچی آدم کسل میشه. مثلا دولین کسلی چیست؟ کسلی گرمی است، کسلی گرمی حساب میشه. لیکن پادر کسلی چی حساب میشه؟ کسلی خنکی حساب میشه. آنها میگن نقطه هایی هستن که اگر همه را سوزن بزنی، این یا آن همین که موازنت همین چی را خنکی و گرمی را برابر میکنن، فعال میکنن. با غرضی میگه که همه عضوای ما در بدن ما نقطه های خودشان دارن. این علم میگن. این مخصوص زانه های منطقه های در بدن ماست که یا مستشون کنی یا سوزشون بمونید یا که دخسوزشون کنی یا که سوزنشون بزنی، همون چی میکنن؟ تاثیر به همون عضو میرسونن. ما بعضی حالا میدونی یک جا درد کنه یک جا نقطه درمان میشه. خلاص همون نقطه را توجیکا خودشون میگیرن مساج میکنن. با خیتویا چقدر رفتن یا که همین اندیشگانیشون خوبتر چیکار کردن؟ گفتن که نقطه ها با هم پیوستن و برآوردن کمر، جویبارهای روحی. در همین جا گفتن روح آدم گردش میخواد. روح آدم محکم شد، باید با سوزن چیکارش کنه؟ بکشایش. امروز همین ما بر شما استفاده میکنیم. هم از نقطه نظر علمی، هم از نقطه نظر طبی تاجیکی، هم از نقطه نظر طبی خیتایی چی داره؟ منفیت داره. خیلی با تقسیم کردن که این کانال ها یکتاش جویباری میده است، یکتاش جویباری تلخ است، یکتاش جویباری خیچک خیلی با دو تا دیگه کانال کردن پیش پزدکی اینها را اگر سوزن‌زنی در عموم تاثیر میرسونن در سلامتی آدم و همین حاضر بگیم که 12 تا جفتن همین کانال ها قریب 1600 تا نقطه. هر یک نقطه برای جایی که مثلا ما است منفیتی خودش میرسه. سوزن‌زنی را در مردم ما بسیار احتیاط کرده زدن نکنه.
بعضی چیزای فرهنگی داره مردم که ما به نظرشون میگیریم. مثلا اساسا تلابطای داره که لباس مثلا یک طرف کردن مثلا گرفتن. بعضی حالات هست که این نقطه ها رو ما از یاد که میدونیم میتونیم که مثلا حتی روی مال سر نگرفته همون نقطه رو ببینیم سوزن زنی، چرا که سوزن در اون سوراخ نیست، چیزی رو نمیگذرونه. ما سوزن اندیویدوالی برای هر کدومتون برای شخصی تقسیم شده که کسی دیگر در ما استفادهش نمیبریم. یعنی این علمی که امروز ما میدونیم در بعضی بیماری ها سوزن زنی یکم تبلیغات مثلا فلج، مثلا چی فلجی کودکانه، چی فلجی مثلا کلام نیوریت واسپالین، همین نیروهایی که از طور حساب کسان چه همین رو منفیتی بسیار میرسونه. در بعضی حالات سوزن زنی همچون دهم درجه است، یعنی تبلیغات اساسی را میگیره با تبلیغات چی را میگیره؟ سوزن را میگیره که هموش که صحت شویش بتیزونه یا که پررک. یعنی این چیزی که امروز ما شما رو در مورد علم سوزندگی گفتیم، ما این درس میدیم، ما برای مردم این میفهمونیم. فکر میکنم که زمانی هم میشود که مشقای روانی تاجیکی ما هم جهانی شود. ما هنده ها را یوگاش گرفتیم، مردم استفاده میبرن. سوزنزنی را چین گرفتیم، مردم استفاده میبرن. دکترها برای تبابت چرا؟ تبابت های تاجیکی ما امروز میکنیم تیپ تاجیک و از آن جمله همین مشق روانی است، همین ما جهانی نکنیم و نیت همون است، انشاءالله همین کار میکنیم.